نام خداوند بخشنده مهربان. من خبری لطوکوب شدن یک سرباز تاجیکستانی، یک نوجوان تاجیک شهبال میرزایف را چند روز پیش شنیدم. این سرباز را، این اسکر بچه را آنچنان زدند که حالا او در بین مرگ و زندگی قرار دارد. این حادثه لدوکوب نخستین نیست، نه تنها در زندانهای تاجیکستان، نه تنها در جاده خیابانهای تاجیکستان، بلکه حتی در قسمهای حربی تاجیکستان مردم را میکشند، مردم را تحقیر میکنند، مردم را زیر فشار قرار میدهند. لطوکوب شهبال در آن روزهای صورت گرفت که مردم سخت ساده ما دف شادی میزدند که رحمانوف امر داد که دیگر ابله نکنند، یعنی دیگر فرزندهای مردم را در کوچه ها ندارند و به خدمت عسکری نبرند. برادران و خواهران عزیز، هیچگاه فرزندان خود را به صف عسکران رحمانوف ندهید. ارمی رحمانوف بدتر از زندان است، بدتر از دسته اوباشان است. بگذار پسری رحمانوف خدمت کند، یک پسری نشأمند، یک پسری دیدو، یک پسری آواره‌گردی که در 26 سالگی گنرال شد. گنرال های حقیقی باید خود را بیاویزند که در 26 سالگی یک روز در ارمی خدمت نکرده است. مثل انکا، قهرمان انکدوت های چپایف، سواد ندارد، گنرال شده است. بگذار این گنرال به جای شهبال خدمت کند. بگذار فرزندهای دوستای رحمانوف، فرزندهای وزیرای رحمانوف در عسکری خدمت کنند، نه فرزندان یک معلم و یک طبیب و یک آدم قطاری و یک دهقان کمبغل. برای همین اگر شما میخواهید که از رحمانوف دستگیری نکنید، هیچگاه راضی نشید که فرزند شما به دست اوباشان رحمانوف غل کرد. ارمی رحمانوف باز یک بار تکرار میکنم، بدتر و بدتر از یک دسته جنایتکار است. در همون جا هم بقگه کی میکند؟ خویشای رحمانوف، طرفدارای رحمانوف، همشهرای رحمانوف. گویا مردم دنغره و اطراف آن در تاجیکستان یک الیت باشند، یک الیت نو برآمد که همه به آنها اطاعت کنند. نه عزیزان، شما همون پادبان های، شما همون بوزبان های، شما همون گاوبان های، شما همون پایلوچکان، شما همون داخونده های گرچنده که امروز بر خود طبق شاهی آویخته اید، گرچنده که امروز خود را آدمی سفید آریایی حساب میکنید، اما شما همانید که همانید و پیر شما و معلم شما و رهبر و راهنمای شما امام علی رحمانوف هم یک بوزبان بود. امروز خودش پادشاه تاجیکستان اعلام کرده. مرگ به بوزبان، مرگ به این رژیم اوباش، مرگ به این رژیم عسکرکوش، مرگ به این رژیم افسرکوش، مرگ به این رژیمی که هر روز خون مردم را می آشامد. چرا برای ما اینقدر شماره زیادی عسکر و افسر در کار است؟ چرا برای ما اینقدر زیاد میلیسیونر در کار است؟ همه این از ترس رحمانوف، همه این برای حمایت کرسی رحمانوف، برای اینکه رحمانوف کرسی دوست است. رحمانوف از خلق خودش میترسد. اگر رحمانوف طرفداری خلق می داشت، برای وی نه امان در کار بود و نه امان ابان و نه زبان و نه بلای بتر دیگر. یکی رحمانوف نمیداند که وقتی که مردم بیدار شدند، وقتی که مردم چون در کیف در میدان برآمدند، دیگر این نه افسر و نه عسکر و نه گنرال های دروغینش نمیتونن رحمانوف حمایت کنند. برای همین ما باید واقعا دیگر از فلسفه صبر، از فلسفه جگرانه دست کشیم و حق خودمان را از دهان گرگ ها بگیریم. وگرنه شما باور کنید این یک اولادی که مثل ترکن است، هر یکش 20 تگی، 10 تگی، 15 تگی، 7 تگی، 100 تگی میزاید.
اینا بعد 5 سال تصور کنید در درخت شما میوه نمیمانند، در باغ شما برگ نمیمانند، در آغل شما گاو نمیمانند، در تن شما خون و گوشت نمیمانند. اینا همه را فرو میبرند، همه را میخورند تا دمی که اینها را خواب فرو نبرند.